کار در امریکا و اروپا در یک روز $1000 درآمد می‌خواهید؟ شبکه‌های اجتماعی از این گونه اعلان‌ها پر شده است. البته همه این را می‌خواهد، اما احتیاط باشید تا از آخرین سامانه خود محروم نشوید. خلبان با استفاده از تکنولوژی نو هر روز طرزی نوی فریب می‌یابند. ببینید چی دام‌های می‌گذارند. Сенсационные новости проносятся по всему Таджикистану. Известный блогер Сека запустил собственное сообщество для заработка. این چهره من است ولی با صدای بیگانه که با آدمان دروغی محض میگوید. در اینجا از نام رادیو آزادی مردمان را دعوت میکنند که به یک طرح همراه شوند و پولی زیاد به دست آورند. گویا چند نفر هم تصدیق میکنند که فایده گرفتند. اصلا قلبان اینترنتی از این ویدیو استفاده کردند. مقامات تاجیک و قرغیز در دوشنبه مسئله مرز را بحث کردند. Открыто для новых участников всего на 24 часа. Не упускайте возможность. به این دروغ ساخته برخی داده شدند. ما او را باور کردیم چون رادیو آزادی را باور داشتیم. وقتی که نطاق شما گفت زد ما باور کرده پول پرداختیم. چرا به چنین چیز باید شبهه کرد؟ رادیو آزادی هیچگاه این کار را نمی کند و حقی ترغیبی مال و محصولات را ندارد. شما اگر به چنین چیزی دچار می شوید هیچگاه با آن باور نکنید، چون که قلابان از نام شرکت و کارخانه های معروف از راه فریب مردم را به دام می افتانند. فریب های معمولی اینترنتی کدام هایند؟ ما دهها نامه گرفتیم که ساکنان فریب اعلانی دروغ و افرادی ناشناس را خوردند. همه آنها را در چند بخش خلاصه کردیم. سمت سعیدов یک جوانی تاجیک در اینستاگرام اعلان کار در اروپا را دید و بر رقم‌های زیر آن تماس گرفت. صاحب صحیفه از او نسخه شناسنامه و دیگر حجت‌ها را برای تهیه ویزا پرسیده است. با وعده قبول به یک جای کار سردرآمد $1000 از او گرفته دیگر گم شده است. سمت سعیدов حالا هم در جستجوی فرد فریبگر است. شریفبک دولتوی 25 ساله در آلمان راننده ماشینی بارکش است. او را 4 ماه پیش در تلگرام فریب کردند. یک نفر با وعده انتقال پول با فایز کم به تاجیکستان از او پول گرفت و غیب زد. شریفبک میگوید مثل او بیش از 25 نفر فریب خوردند. خانواده فریبگر را در تاجیکستان یافتند، خودش را نه. به جای معامله با افراد علایده بهترش راه‌های قانونی و بانک‌ها را جستجو کنید. گاهی در پیام‌رسان‌های فیسبوک به کاربران پیام میرسد که گویا کدام هم نسبشان در کدام کشوری افریقایی فوتیده است و از او چند میلیون دلار میراث مانده است. تشویق می شود که برای صاحب شدن پول با آنها تماس گیرند. این فریبی محض است، با آن باور نباید کرد. با مهاجران گاهی زنگ میزنند که در کدام آزمون پیروز شدند و رقم کارت بانکی و کادی می آمده در تلفنشان را گویند تا پول به دست آورند. این دروغی محض است. پشت هر کارت بانکی کارت رمزی به خطری است که از 3 رقم عبارت است. اگر نفری آن را داند امکان دارد کارت بانکی شما را استفاده کند. از مهاجران با چنین شیوه ده‌ها هزار روبلشان را گرفتند. گاهی در شبکه‌های اجتماعی به شما دختران خیلی زیبای خارجی درخواست دوستی می‌فرستند. شناسایی با او می‌تواند با فاجعه انجامد. یک مهاجری 42 ساله که نخواست نامش برده شود بر رادیو آزادی نقل کرد که چگونه فریفته دختری زیبا شد و با او سکسی آنلاینی انجام داد و حالا میترسد که این ویدیوی خجالت آورش در اینترنت پیدا شود. تاکنون به دختر 100,000 روبل داده است تا ویدیو را نشر نکند. تنها یک راه شما را از فریب خوردن نجات میدهد: تفتیش، سنجش و شبهه کردن. نفر یا شرکتی که به شما وعده کار یا تحصیل در اروپا را داده است در کجا ثبت نام شده است؟ در تاجیکستان کارگاه دارد؟ شما آن را از نزدیک دیده می توانید؟ پیش از پول فرستادن از افراد آگاه، بانک ها و مقامات باید پرسید، جستجو کنید تا فریب نخورید. احتیاط کنید چون راهی به درد میان باعث شدن تقریبا وجود ندارد. برای معلومات بیشتر به صفحه درس‌های سواد رسانه‌ای در یوتیوب رادیو آزادی رجوع کنید.